سلام میفرستم باز هم از نام خودم الهام جان شادی با تخلص موگم و از نام کوچکار بدمن از نام گنجینه بانو سرنده خوشاواز و کوچکار بدمن یعنی که گروه موگم بود تیجی به همه شما سلام و درودی به پایان ما را بپذیرید. در سال نوی میلادی به همه شما بردباری ها مهر و محبت یعنی که موفقیت پیشروی تمنا داریم و گفتن هم که میخواهیم که در 2020 چی آرزویی که در 2019 عملی نگشته بود بگذار عملی بگردد. بله سال نو مبارک. موگامو همین میگن که در سال نوی 2020 با سرود یعنی با آهنگ تبریک کردن نکن مردمی با سرود ها؟ ما گوش کن با کوچکار بدمن من یعنی که آهنگش می نوازم شما ششمخوخی تبریک نمیشود. شما هم که اگر با آهنگ تبریک میکردیم بسیار بهتری میشید. سلامت باشین حتما کوشش میکنیم. سالی نوی میلادی بر همتون مبارک. سالی نوی میلادی بر همتون مبارک. کوچکانی روی دنیا سالی نوت مبارک. هرچند که سالی نوت مونست به خاطر در آمدن 2020 همه شما رو تبریک میکنیم. انا که من چند بودم اوزمون؟ قیم 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 بیا ای بلند نگیرین که کم تا زور میوید. سال نو مبارک هم دیاران عزیز. سال نوی 2020 مبارک. باز هم یک باری دیگر مبارک. ای جانشن صدا دار خسته این لحظه بانوی خوشخیران بانوی زیبایی که در پهلوی ما نشسته است گنجینه بانو چقدر زیبا چقدر بناز است چقدر صدای خوب دارد و از گنجینه بانو خواهش میکنیم که بهر کل مردم تاجیک یک سرود سالی نو رو تبریک کنند. لیکن موگامو مرم بفوره که همین دخترک با آهنگ ایرانی با آهنگ ایرانی گنجینه گفتی ایرانیا باشه باشه قبول این دیسکی نمیشه من توپسی پیاری که گفتم هر چیزی که شما میخواید میشه. سالی نو آمد شاد و غذاخوان تبریک سازید آن را رفیق کن لا 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 بهترین موگامو چیکار؟ قفصک بزنید بیشتر که شرم نیست.